بچه امروز اومدیم با یه ویدیو خیلی خفن که قراره به یه آدم فوق العاده ریاکشن بدیم. نمیخوام خیلی طول بدمش چون خیلی شوق و ذوق دارم بریم برای شروع کردنش. من متوجه شدم چند دقیقه پیش 7 روز پیش لورم، بذارید چنلشو براتون باز کنم که دلیل این شوق و اشتیاق منو بدونین. ببینید بچه‌ها، همونجا که میبینید لورم هر سال حداقل یک یا دیگه حداکثر دو تا کلا ویدیو میده، ولی ویدیوی جدیدش برای 7 روز پیشه. ببین مثلا ویدیو قبلیش یه سال دو سال مثلا میشه 3 سال و کلا سال یکی دو تا ویدیو منتشر میکنه، ولی ویدیوهای بم و همه بازدیداش همونجا که میبینید 900,000 تا 1,900,000 2,200,000 2,500,000 همه بالا 1-2 میلیون، اینم قطعا میره بالا 2-3 میلیون. و یه نکته هم که هست بچه‌ها، وی داره، بنر آواتار داره و یکی از خفن ترین و فکر کنم بیشترین انگشتار تو موبایل پلیرهای کل دنیا داره. من فکر کنم 6 یا 7 انگشته بازی کنه، نمیدونم دقیق چه جوری بازی کنه، ولی خب الان تو ویدیو میبینید هم فیسش هست، هم اکانتش هست، هم کل بازی خفنش. و همونجا که میبینید نوشته 5000 تا کامنت بشه ویدیو جدید میاد. همونجا که میبینید رو کمین اول براش کامنت گذاشته، کلی آدم خفن براش کامنت گذاشتن. برو بریم که با هم ویدیوشو ببینیم. خیلی ویدیو خفنیه، فقط فراموش نکنید حتما ویدیو رو لایک کنید. اگه دوست دارید بازم براتون ریاکشن بگیرم حتما داخل کامنت بنویسید. بچه‌ها بعد من این متن اولش هم براتون زدم داخل مترجم که دقیق در بیارمش. چیزی که من متوجه شدم بچه‌ها، این ویدیو یه سری از شاتاش برای قبل آپدیت طبق متنی که اینجا خود لورم آورده و یه سری شاتاش برای آپدیت و رکورد کل شاتاش از روی لایو استریماش بوده. مثلا من لایو میشم بازی میکنم، از همونا صحنه در آورده هایلایتش کرده. و البته یه چیزی هم بگم بچه‌ها، سالی یه دونه کلیپ میده، ولی کلیپه یعنی قشنگ میشه 20 بار با هم. بچه‌ها راستی این لابلا بهتون اینم یادآوری کنم که من داخل چنل دوممون مستر وان شات گیم پلی هر روز ویدیو رنک اپ میذارم، از زدن اسکوادای ویدار، زدن اسکوادای ریجن، زدن چیترا، زدن ایمباتا و گلیسن و کلی چیزای دیگه. پس ممنون میشم اگه حتما برید اونم سابسکرایب کنید و ویدیو اونم ببینید. بشینیم و ببینیمش. خب این همین اول انیمیشنشه، هر بار با یه انیمیشن متفاوت. ببینید تو 2023 باز مثلا 2024 منتظر بعد ویدیو جدیدش باشیم. بچه‌ها ببینید اصلا گانادی من تا حالا اصلا تو هیچ کدوم از هایلایتاش من ندیدم بزنه، فقط اسنایپ. اصلا بعد داشه یه چیزی خفنی مثلا نئون اسنایپ گرفته زده پشتش که اتفاقا نمیخواستم اسپویل کنم، ولی من برای سال بعدم برنامه‌ام اینه که ای دبل نئونشو بگیرم، برای بک‌گراندم حتما استفاده کنم، زیرش هم اسمم بنویسم. دی لژند ایز بک. واقعا این لژند بچه‌ها تو موبایل پلیرها میتونم بگم اصلا خودتون بازیشو ببینید بچه‌ها. اینجا چتشه، اینجا خودشه، پی سی داره. خدا تو من با موبایل بازی میکنه. حالا نئونشو اینجا نذاشته، ولی خب بچه‌ها بعد یه چیزی هم خفنی هم که اصلا کلاش حالا الان هیپ هاپ نیست، ولی خب کلا هیپ هاپ داره، شلوار برزیلیا کلشو تو واقعیت ها داره، خیلی خفنه. اصلا کوالیتی بازیش نکن بچه‌ها داره با وی هم داره ای دبل ایز بک بنازم. بچه‌ها بعد یه چیز خفنی هم که داره با موبایل مثل پی سی میزنه. بعد موبایل یه چیز خفنی که داره باگ نمیشی بخوای فاست بزنی. این واقعا نکن بچه‌ها اینجوری با چند تا میشه 1 2 8 تا فکر کنم انگشته بازی کنه، 8 انگشته. بعد اکثرا هم تو لیگا شرکت میکنه و چه میدونم سولو به اسکواد بازی کنه. اصلا کلا خیلی خفنه واقعا. فقط هم به اسنایپ زدن معروفه بچه، فقط به اسنایپ زدن. کاراکتراش هم همونجوری که میبینید این یارو رو آورده که هد کمتر بخوره، کلی موکو، و این یارویی که وقتی بت دمیج میدن جاشون معلوم میشه. ببینید هد اسنایپ زد با چه فاست سویچ کردنی. الان روی اینه بیا. اصلا اینا ولی طبیعیه بچه‌ها. البته که بازم میگم هایلایت بچه، ممکن یارو مثلا 1 ماه رفته چیز، بعد هایلایتش رو اینجوری در آورد. 1 ماه میگم مثلا رفته لایو استریم، من که نمیفهمم چی داره میگه، ولی هرچی میگه حق با اینه. یه سوال، این صدای بچه اون بنده خدایی نیسته که یه لحظه گوش کنید که چیز میکنه جمله انگیزشی میگه و کچله و خیلی آقا بالی سیبیل اینجوری داره، خیلی فکر کنم جمله همونه، صدا همونه. ردی تازه پس هنوز شروع نشده بود. آره البته من که خیلی انتظار خفن تری دارم از این دوستمون، واقعا فوق العاده است بچه‌ها. بیا این یکی دوم میگم یه هد بزنی خفنی ندید. سرعت رو میبینید بچه‌ها، قفلا این سرعت برای یه موبایل پلیر، خب نمیگم موبایل پلیر سرعتشون کمه، نه فوق العاده است. خیلی موبایل خفن هم داریم حتی تو ایران که سرعتشون فوق العاده است، ولی اصلا کلا تو یه لیگ دیگه. بعد هر کی میگم یه دونه دنس پرچم میزنه که واقعا به نظرم خفنه بچه‌ها. بعد ببینید فقط ایدم من تا حالا اصلا نمیدونم با گانادی چه جوری میزنه. بعد باشه اینو که هست فایر چپ بازی میکنه، یعنی موبایل پلیره ولی فایر چپ فکر کنم البته این راسته، ولی فایر چپ هم داره. اصلا نمیدونم چیدمانش چه جوریه، خیلی سخت دادی چیدمانش خیلی سخت. نکن بچه‌ها شلوار برزیلی پاشه، نمیدونم حالا برزیلی یا هر چیزی، ولی مطمئنم شلوار برزیلی داره. من یه بار تو یکی از ویدیوهاش دیدم شلوار برزیلی آبی پاش بود. انقدر صحنه‌های خفنی داره، هایلایت چه میدونم لیگ شرکت کردن، هایلایت کوف شرکت کردن، زهر مار فلان، اصلا خیلی داره بچه‌ها. و ویش هم فکر کنم خیلی وقت دیگه، یعنی جز اولین یوتیوبرایی بوده که حالا شاید اسمشو زیاد نشینه باشین، ولی خب او شیت میخواد هد اسنایپ بزنه فکر کنم. آره ای دلقک زده. من نفهم چی کار داره میکنه، فقط میدونم قرار یه چیز خفنی ببینم ازش.
جوری چه خمی هم چه زومی هم کرده دهنت. بعد اکثرا هم با همین ست پلی میداد. کلا من تا جایی که دیدمش با این ست پلی میده. اگه همیشه کنم ست به ست روک معروفه، روک فر. همون دوستمون که براش کامنت گذاشت بود 10 میلیون ساب داره بات میزنه. حالا اینجا ستش عوض کرد. حاجی سرعت بچا ببین میزنه میشینه سویچ میکنه. این برای پی سی بخوای تمرین کنی آسونه، ولی خب موبایل حاجی بعد بین هر دو تا صحنه‌ش بچا یه انیمیشن میاره. این واقعا خفنه. اتاقش بنفش شد. من انقدر دوست دارم مثلا اینجوری بازی کنم، لایو بزنم، مثلا مردم با شوق و اشتیاق و اینا بیان مثلا لایو ببینن اینا. ولی خب من حقیقتا بچه‌ها اون چند دفعه‌ای که لایو گذاشتم خیلی استقبال خوبی شد و واقعا ممنون دارتونم. ولی خب مثلا من خودم کلا ویدیو رو خیلی بیشتر به لایو ترجیح میدم، ولی دوست دارم مثلا لورن بیا مثلا اینجوری براتون لایو رنگ اپ و اینا بزنم. ولی خب شما رنگ اپ رو دوست ندارین. ولی خب یه روزی اگه متوجه شم مخاطبام دوست دارن لایو استریم رنگ اپ حتما بیشترش میکنم. اگه دقتم کرده باشین دیگه کلا نمیذارم لایو رنگ اپ. چه اسکوپ سگی زد اینو ببینی؟ واقعا فوق العاده است. این آدم فوق العاده است. اینا چی اومده دوره قد غرق گیم پلیش؟ من فکر کردم جزئی از گیم پلیش این بالا پایینا. آجی رو هوا بشه. بیا زد به اینجا یارو. نگاه کنید این که هیچی. حالا این که من این به اینجا یارو زد. خب این منطقی نیست آجی. چه نو اسکوپای خفنی. واقعا فوق العاده است. میگم خیلی دوست دارم بچا لایو بزنن. ولی خب شما بچا چیزی که من خیلی متوجه شدم دیگه، بالاخره مخاطبای خودم خوب میشناسم دیگه، خیلی دوست داریم مثلا تو لیگ شرکت کنه آدم براتون مثلا لایوشو بذاره یا ویدیوشو بذاره. اینا رو خیلی دوست داریم. ولی خب حقیقت زیاد رنگ اپو برای لایو نیستین، برای بیشتر ویدیو هستین. به هر حال بر من ارزشمنده. همین که چرا نمیره تو این سوراخه؟ همین که وقت میذاریم میبینی بچا بر من ارزشمنده. خوشی همینجوری سولو اسکواد کلا با آره دیگه اینم مثل من سولو اسکواد بازی میکنه. یا نه اینجا اسکواد داره. ولی فقط بچا یه نکته که چه رنگ بازیش اینجوریه. 100% هم با آیفون بازی کنه. آیفون هم بازی نکنه یه گوشه گیمینگ داره. چقدر اینش وای چرا اینا دو جفتشون کنار همن؟ حاجی من اصلا کاستومر استودیوشو درک نمیکنم. مثلا نمیدونم ادیتورش هم کی هست. حاجی واقعا وای این ای دبل بچا، وای این اسکین ای دبل. با این ست شیطان مردونه فکر کنم خیلی پلی. اصلا فکر کنم ست اصلیش یکی زنونش اینه مردونش. حاجی منطقی نگاه همش دو پوزیشن مختلف داره که حالا ما 20 پلی ها همینجوری فقط میشینیم بازی. بابا یا خیلی دلم برای موبایل پلیری هم تنگ شده بچا. کاری که فعالی چیه داداش؟ مثلا انقدر کاستوم چیزیش شلوغ، بعد یه افکتی هم حالا رو بازیشه یا رو گوشیشه نمیدونم، رو یه چیزش هست. اصلا بازی برای من یکم کم رنگ کرده. فقط داره اسکوادی میزنه با این کاراکتر است. شیت امیدوارم که آهنگاش کپی رایت نداشته باشه. به نظرم بچا از اینجا به بعد فکر می‌کنم شاتایی باشه که برای قبل آپدیت اگه اشتباه نکنم. فکر کنم از اینجا بعد شات قبل آپدیتش بخواد بذاره. الان از رو خود چیدمان گیم متوجه میشیم. بچا من یه چیزی که از ویدیو پیشش متوجه شدم اینه که ویدیو برای ممبراش میذاره. ممبر یعنی چی؟ یعنی کسایی که بهش اشتراک ماهیانه بدن و در ازاش ویدیو بگیرن. اینجوری کلا ویدیو میده. پس برای همین سالی یه دونه ویدیو عادی منتشر میکنه. یارو ویدیو داشته آماده ولی فقط برای کسایی که بهش پول بدن ویدیو رو نشون میده که خب اینم یه سبکیه دیگه برای خودش. سر همین قضیه بقیه ویدیو رو داشت توضیح میده که باید ممبر بخرین تا مثلا بخواید مثلا بقیه ویدیوامو ببینین. دیدم مثلا 700 600 خورده پارت آماده کرده بود، هایلایت همینجوری برای ممبراش گذاشته بود. هر کدوم 5 6 کی ویو خورده بود، یعنی 5 6 هزار نفر اشتراک کانالشو خریدن. من اشتراک کانالش هم چک کردم، فکر کنم 15 یورو شروع میشه. نه از 6 یورو شروع میشه که مثلا میشه اشتراک کانالشو خرید. من واقعا به شخص اگه کارت خارجی داشتم می‌خریدم، ولی خب چون ندارم نمیتونم بخرم، چون خیلی دوست دارم یه حمایتی مالی ازش بکنم دیگه. نوبه خودم حالا 6 پوند برای این یا 6 مثلا دلار برای این کمکی نمیکنه، ولی خب به صورت کلی دوست داشتم این کارو انجام بدم. بچه‌ها این یکی از گیم پلیاش که برای همون سال پیشه، میخوام بازیشو با الان مقایسه کنیم. اتاقش که هیچ فرقی نکنه، فقط دو تا مایک هایپریکس داره. خب این چه منطقی. اینجا وی رو داشته قطعا، درسته؟ آره دیگه. من میگم جدا اولین یوتیوبرایی بوده که فکر کنم ویشو گرفت، یا اون اکانتش نیست یا اون سرورش نیست، اصلا نمیدونم چه جوریه. نه خب همون اکانت ویدارشه، نمیدونم تو چه سروریه بچه‌ها. ولی میخوام فقط ببینید بچه‌ها کوالیتی کارش به نسبت پارسال فرقی نکنه، چون از مثلا همون 3 4 سال پیش که گیم پلی میذاشت رو بهترین حالت کوالیتی که یه موبایل پلیر میتونه اسنایپ بزنه بوده. اینم نمیخوام کامل ببینیم، فقط میخوام بهتون نشون بدم که ببینید چقدر خفنه. این ویدیو داره میشه مثلا 1 سال 1 سال و نیم پیش، نزدیک 2 سال. ولی خب ببینید چقدر کیفیتش خفنه. همین الان خیلی از این شات‌ها زدنش قفله بچه‌ها، خیلی از این شات‌ها زدنش قفله. حالا نگاه کن ببینید بچه‌ها اینا لباسا شبیه لباسای فری فایر، حالا نمیدونم برای فری فایر باشه نه، ولی فکر کنم شلوار برزیلش تو همین ویدیوش باید باشه. این موش مثل من رنگی البته الان تو من رنگی
بعد میبینید بچه هر جور رنگ لباسش عوض میشه، فلان پوزیشن عوض میشه، فلان میشه. هر کدومش برای یه لایوش ممکنه هر یه روزی که یه دونه لایو بذاره مثلا 4 ساعت بازی کنه یه دونه شات سر بیاره. اسمش روشه هایلایت. فول گیم پلی نیست بچه. اینم تو فول گیم پلیش اینجوری سوپرمنی بازی نمیکنه که همه همینن بچه‌ها. همیشه قرار نیست ما در بهترین حالت ممکنمون بازی کنیم، چه میدونم در بهترین حالت ممکنه پلی بدیم. اینجوری نیست. من بعد یه سری وقتا بعد بازی کنم، یه سری وقتا خوب بازی کنم. شما هم همینین، همه همینن. اون وایتی که فقط چه میدونم 24 ساعت خوب بازی کنه چون اونم چیتره، این باته. اگه این آدم طبیعی اصلا امکان نداره همیشه رو دور خوب باشه. یه سری وقتا اصلا مود پلی دادن نداره ولی خب مجبور مثلا پلی بدیم. میفهمید؟ همین مثلا یارو فکر 4 ماه یهو رکورد کرده، بعد خب هر یه سال ویدیو میذاره دیگه. بعد مثلا 4 ماه رفته مثلا پای ادیتشو در آوردن، حالا هایلایت ها و اینا. حاجی خیلی ولی خفن میزنه. بعد 4 کاراکتر هم بازی کنه، یعنی اصلا به کاراکتر فعالی اعتقادی نداره. من مثلا جالبه اینجا میخواد اسکواد بزنه برام. اسکواد هم میگم با خودشون درگیرن ولی خب این داره با موبایل فاست میزنه. الان تو وایسادی ریو بده یا چرا اینجوری خب دارش برو ریو بده. خیلی تو حمال به درد نخوری، خاک تو سرت کنن دلغک زده. هی این انمیاش خودش که خوب فوق العاده داره ولی انمیاش کلا تو یک لیگ دیگه ای بازی می‌کنه. می‌بینید بچه‌ها بعد هر کیل زدن لامصب یه دونه از این دست پرچمو میکوبه. خیلی خب من فکر کنم دست پرچم ندارم. نه فکر کنم مطمئنم دست پرچم تو اکانتم نه. البته که من ضعفی نیستم، میخوام بزنم من ضعفی نیستم ولی خب من کلا اعتقادی به دست ندارم. ولی خب فوق العاده است. می‌بینید بچه‌ها کلا نوعش بچه این کلاه هم احساس کنم تو بازی هست حاجی، نمیدونم. او بعد چی از این یخچال خفنم. اوه من یه یخچال کوچولو داشتم قبلا تو اتاق شهر خودمون بودم، توش مثلا نوشیدنی و اینا می‌ذاشتم. تا اون موقعی که دارم برات تعریف کنم 2 سال پیش، الان من 2 سال نه قند می‌خورم، بعد چربی می‌خورم فلان می‌کنم. خوش شده بدنم. بنازم لاو یو داداش، منم دوست دارم. بوس به کلت. بعد تو این ویدیو هم ادامهش رو کلا راجع به ریاکت کردن این دوستمون به بازیش گذاشته. من این دوستمون رو نمیشناسم ولی خب به چهرهشون میخوره که هندی باشن و قطعا یه یوتیوبر خیلی خفن یا چه میدونم استریمر خیلی بزرگشون باید باشه که نگاه کنید کل تایم ویدیوش اختصاص داده به این دوستمون و این داره روش ریاکشن میره. به صورت کلی خواستم فقط این ویدیو رو براتون درست کنم و شما با من این گیم پلی رو ببینید. خیلی خوشحال شدم که دیدم لورم دوباره گیم پلی گذاشته. فکر کنم سال بعد دوباره همین موقع گیم پلی بذاره. پس حتما با خبرتون میکنم، خبردارتون میکنم و میایم دوباره با هم میبینیم. امیدوارم که حال کرده باشیم. من الان خودم وسط رنکاپم و یه حس پلی خیلی خفن گرفتم. بریم که رنکاپ کنیم و ادامه‌اش رو داشته باشیم. بچه‌ها من ویدیو رنکاپ کنم داخل چنل دوم که شاتش رو صفحه براتون میاد به اسم مستر وان شات گیم پلی میذارم هر روز تو اونجا ویدیو رنکاپ داریم. پس ممنون میشم اگه اونجا بریم حتما ببینید، لینکش داخل دیسکریپشن میذارم و داخل کامنت هم پین میکنم. خلاصه حرفی نمیمونه، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره و به زودی با بدی خفن و جدید نمیشتون. فعلا خدافظ.